سفر مهم بر روسیه. عباس عراقچی با هشدار درباره تحولات مذاکره و زیاده‌خواهی آمریکا وارد روسیه شد تا با ولادیمیر پوتین دیدار کند. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف با اشاره به اهرم‌های مثل تنگه هرمز و باب المندب مستقیم به دونالد ترامپ پیام هشدارآمیز داد. در آن سوی میدان ترامپ به شدت بر رسانه‌ها تاخت و نظریه‌های توطئه را رد کرد. همزمان گزارش‌ها از پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان جنگ در ازای تویق مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهد. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با اختر محمد راسخ، آگاه مسائل سیاسی، از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای راسخ، آیا سفر عراقچی به روسیه و دیدار با پوتین نشانه تغییر مسیر مذاکرات است یا فقط یک رایزنی معمولی؟ سلام به شما و سلام به همه بیننده های پروگرامتان و همکاران تکنیکیتان تقدیم می‌دارم. در ارتباط پرسش شما به عرض برسانم که شما می‌دانید که جنگ ایران تقریبا جنگ اقتصادی جهان مبادل شده و یک بحران بسیار وسیع در منطقه و در سطح بین‌المللی مطرح است. بنابراین امریکا در این جنگ که در پهلوی اسرائیل جنگ آغاز کرده در حالت شکست است. بنابراین برای مشروعیت این جنگ امریکا هم در تلاش است که مشروعیت از آدرس مردم خود، از آدرس جهان و کشورهای جهان به دست بیاره. مگرم ایران هم در تلاش است که با روسیه و چین و کره شمالی که در جنگ، در عقب جنگ آنها دخیل هستند، با آنها روابط مباحثات بیرون رفتی جنگ با آنها داشته باشه. شما میدانید که روسیه یکی از کشورهایی است که پروگرام های استراتژیک نظامی و اقتصادی و حتی تجارتی با ایران داره. بنابراین سفر آقای عراقچی به روسیه و ملاقات با پوتین فقط پروگرام بخش دوم جنگ باید اینجا مطرح شود که اگر در جنگ ایران شکست بخوره چی باید بکنن و همچنان اگر برنده میشن چطور بتونن یک ابرقدرت دوم جهان قدمایی که برداشته شود این باید برداشته شود. شما میدانید که تقریبا شب گذشته دو شب پیشتر در یک محفل که از طرف در اوج خود رئیس جمهور دعوت بود، بالای رئیس جمهور ترامپ پروگرام تروریستی عملی شد، اما این پروگرام تروریستی هم توسط خود استخبارات امریکا سازماندهی شده، به خاطر که تلاش داره که هویت امریکا را یک بار دوم در سطح بین‌المللی زیان و ضربه‌ای که وارد شده اقل او بحران دوباره پر بکنه و همچنان هویت خود عملکرد برخورد آقای ترامپ است که سببی شده که خود مردم امریکا علیه عملکردهای جنگی ترامپ استفاده شده. حتی جنرالانش از فرمان ترامپ سرکشی میکنه و تلاش دارن که امریکا را از این جنگ دخول یعنی خروج کنن. بنابراین امریکا در تلاش است که یک بهانه را بسازه تا اقلا از آدرس جهان و از آدرس مردم امریکا مشروعیت این جنگ داشته باشه و در این جنگ پلان‌های وسیع را که ترتیب و تنظیم کرده علیه ایران عملی بکنن. شما میدانید که در جنگ اسرائیل به تنهایی خود نمیتونه ایران به شکست مواجه بکنه و همچنان امریکا در حالت شکست است. تلاش داره که ناتو و کشورهای اروپای غرب با خود یک جا بکنه و این جنگ برنده شود. اگر این جنگ برنده نشود امریکا، مطمئنا گفته میتونم که یک ابرقدرت دومی جهان که یعنی توازن جهان و عیار شود به میان میاد که عبارت از زمین ایران، چین، روسیه و کره شمالی است. آقای راسخ، وقت دلیل این سفر زیادخواهی امریکا گفته می شود، چی پیام پشت این سفر بر روسیه منتقل می شود؟ ببینید دلیل این سفر به خاطر است که هر دو جانب یک آمادگی میگیرند، آمادگی مرحله دوم جنگ میگیرند. آقای عراقچی تلاش داره که همکاران نزدیکش یا دوستان نزدیک جنگش باید در این وضعیت منظم دخیل باشه و همه پروگرام‌های جنگ با آنها با مشورت پیش بره. شما میدانید که در این جنگی که علیه امریکا و اسرائیل ایران پیش میبره، کشورهایی را که من نام گرفتم اینا در عقب پرده مستقیم دخیل هستند، اما این که در روی پرده نمیاین تلاش ها می است که چنوه بتانن آنها باید روی پرده بیاید
و در پهلوی ایران ساده شود و این جنگ وسط پیدا بکنه و در این جنگ بتانن اقلا ایران برنده شود که روسیه و چین و کره شمالی این 4 کشور یک ابوالقدرت دنیای جدید را ایجاد بکنن. شما میدانید که چین و روسیه در شورای امنیت اینا ابوالقدرت هایی هستند، آنجا مطرح هستند و ایران هم در تلاش است که چنان بتونه با همکاری آنها اینا هم عضویت شورای امنیت و یک ابوالقدرت منطقوی مبدل شود. آیا اهرم هایی که مثل تنگه هرمز و باب المندب که آقای قالیباف گفتن واقعا روی میز است یا فقط پیام سیاسی؟ ببینید تنها موضوع در اینجا موضوع تنها تنگی هرمز نیست، اما تنگی هرمز یک نقطه استراتژیک واقعی نظامی است که توانست جهان با مشکلات اقتصادی مواجه کرد. اما اساسی پلان امریکایی بود که باید نظام سقوط بکنه و پلان امریکایی است که بالای نفت و گاز ایران حاکم شود و در زیر سینه اقتصاد امریکا نفت و گازش قرار بگیره و همچنان معضله های قوه اتمیش یا بگویم ذخیره ساختن یا یورانیم این رو با مطلق از بین ببره. ساختاری که در ارتباط قوه اتمی و راکت های اتمی است این سیستم مطلق از ایران بردارن. بنابراین سقوط نظام ایران و همچنان خنثی نمودن مطلق یا به صفر رساندن مطلق قوت‌های نظامی که از آدرس قوای نیروی اتمی است این را باید این تشکیلات از بین می‌برداشت و همچنان مسئله تنگی هرمز میخواهد که امریکا در اینجا پروگرام‌های اقتصادی خود داشته باشه، از کشتی‌هایی که زیرا میگذرن اقلا اینا پول بگیرن و کشتی‌ها را اجازه بدن. بنابراین یک پروسه جدید تعرضی اشغالگرانه امریکاست که با اساس پیشنهاد اسرائیل در این جنگ اینا داخل شدن و میخوان که این جنگ به نفع امریکا برنده شود تا اقلا امریکا بتونه هویت قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی خود در سطح جهان حفظ کنه. در غیر آن اگر شکست میخوره در این جنگ امریکا به یک فروپاشی میروه و مطمئنا ایران یک ابوالقدرت جدید در منطقه و در سطح بین‌المللی قدم برمی‌داره. در سوی دیگر ترامپ چرا همزمان بر رسانه‌ها حمله میکنه و تنش کلامی اینقدر بالا میگیرد؟ ببین ترامپ از یک طرف پروگرام‌های حمله تعرضی جنگ خود مدرن و مدرن‌تر و قوی‌تر میخواد بسازه، از طرف دیگه به خاطر که دنیا را در چشم بشریت خاک بپاشه، در چشم مردم خود امریکا خاک بپاشه، پروگرام‌های تروریستی را هم اینها ترتیب و تنظیم میکنن که شما دیدین که عیناً بهانه اسامه بن لادن که در سال 2000 عین اون بهانه است یک بار دیگه به خاطر که ناتو با امریکا یک جا شوه و همچنان کشورهای اروپای غرب یک جا شوه، چون این پروگرام ها را اینا پیشکش میکنن و در بخش دومی وقتی خود امریکا متوجه شد که در این جنگ تنها مانده و این امریکا مراجعه کرد با پاکستان، میخواست یک بالون قدرت اتمی و جهانی در این جنگ بکشانه که او هم ناکام شد توسط اینمی پروگرام پیشبرد وزیر خارجه ایران بود که واقعا ایران توانست جنگ به نفع خود تمام بکنه به خاطر که جنگ خوب مدیریت کرد با تشکیلات خوب و با جرأت عالی و با ابتکارات جدید، هم در سنگر مذاکرات بسیار قوی بودن، هم در سنگر دفاع از وطن خود. بنابراین در منطقه هم جنگ را قسم سازماندهی شد که تمام کشورهای عربی را در این جنگ دخیل کرد و حتی کشورهای جهانی و قدرت‌های اتمی در این جنگ دخیل شد. اینمی بود برندگی ایران. آن تلاش دارن که چرا بتونن که اگر ایران به سقوط مواجه میشه از ادرس ستون پنجمی که در ایران وجود داره توسط و استخبارات اسرائیل سازمانده میشن، اگر مثلا ایران به سقوط مواجه میشه چی باید کرد؟ بنابراین آقای عراقچی در این ارتباط هم آمادگی های دارند. و مهمتر پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در برابر تعویق مذاکرات هسته‌ای آغاز توافق است یا تشدید بحران به نظر شما؟
این فقط یک بحران بسیار واقعی اقتصادی است. این بحران اقتصادی را در سطح بین‌المللی امی تنگی هرمز دامنگیر کرد و گفتم میتونم که تنگی هرمز آل فعلا نقطه اساسی استراتژیک پروگرام های مذاکراتی خود امریکا و ایران است. ایرانی ها شرط اساسی می را گذاشتن تا زمانی که تنگی هرمز مطلق از محاصره ما خلاص نشوه ما با مذاکرات حاضر نمیشیم. بنابراین گفتم میتونم یک بهانه اساسی تکامل و وسط جنگ اینمی تنگی هرمز رسانه. فعلا امریکا از پروگرام هایی که داشت، از پیشنهاداتی که در ارتباط نیروی اتمی ایران داشت از او عقب رفته، به خاطر در تلاش میست که چین بتونن مذاکرات اقلا به نفع امریکا خاتمه بدن. به نظر شما آقای راسخ چشماندازتان چی است؟ به سوی مذاکره میره جهان و منطقه یا به سوی جنگ سنگینتر و فراگیرتر؟ جنگ مطمئنا جهان در تلاش میست که جنگ باید به صلح مبدل شود. جهان در میست که باید یک صلح تامین شود و مذاکرات نتیجه مثبت بده که حتی گفتم میتونم که کشورهای منطقه و جهان نمیخوان که جنگ دیگه وسط پیدا کنه، به خاطر که دامنگیری اقتصاد جهان با شکست و با بسیار مشکل اقتصادی و بحرانهای اقتصادی مواجه میشه جهان. بنابراین جهانیان در تلاش هستند که جنگ باید به طرف صلح برود. اما اسرائیل در تلاش است که نظام ایران باید سقوط بکنه، جنگ وسط پیدا بکنه و به نفع اسرائیل تمام شود. تا زمانی که اگر نظام کنونی در ایران حاکم باشه، اسرائیل شکست را نمیپذیره و جنگ را دوام میده و تلاش میکنه جنگ وسط پیدا بکنه و همچنان امنیت را نمیگذاره که در منطقه و در سطح جهانی امنیت تامین شود. سپاسگزار هستیم آقای راسخ از حضور شما در برنامه. تشکر از شما جهان، سپاس، قربانتان. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.